در این ملاقات رهبران گروه 8 قدرت اقتصادی جهان به ضرورت اتخاذ تدابیر مشخص از سوی دولت ایران برای تامین اطمینان جامعه جهانی درباره ماهیت غیرنظامی برنامه اتمی حکومت تهران تاکید کردند. در این اجلاس نخست وزیر جدید روسیه دیمیتری مدودف و رئیس جمهوری جدید فرانسه فرانسوا هولند نسبت به موضع واحد جامعه جهانی در خصوص برنامه اتمی ایران قبل از مذاکرات بغداد اظهار خوشبینی کردند. مقامات کاخ اعلام کردند که رهبران 8 قدرت جهانی بر سر ادامه سیاست اعمال فشار بر دولت ایران و ادامه گفتگوها با این کشور و همچنین بر ضرورت انتقال قدرت سیاسی در سوریه با یکدیگر توافق کردند. از قدرت اقتصادی جهان همچنین از دولت کره شمالی خواستند قوانین بین‌المللی را رعایت کنند. آنها تاکید کردند که رژیم کره شمالی منضبط‌تر از قبل خواهد شد در صورتی که به سیاست‌های تحریک‌آمیزش ادامه نمود. همچنین قرار امروز شنبه